به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. برای تعریف بانک ها در نرم افزار حسابداری پارسیان شما از دو طریق میتونید که اقدام کنید. راه راحت ترش اینه که وارد منوی محیط کار، مراحل راه اندازی برنامه و اینجا تعریف حسابهای بانکی بشید. خب و اینجا راست کلید اضافه و بانک مورد نظرتون رو تعریف میکنید. توی این قسمت میتونید که شماره حسابش رو وارد کنید. ببینید بانک هایی که شما در نرم افزار حسابداری پارسیان تعریف میکنید باید شامل بانک هایی باشه که خب از اونا چک صادر میکنید یا چک های مشتریان رو به اون حساب میخوابونید. حساب های بانکی که دستگاه پوز به اونا متصله و پول به حساب اونا واریز میشه. همچنین حساب های بانکی که دریافت و پرداخت به اونا صورت میگیره. و اینجا زمانی که شما شماره حساب رو وارد کنید، زمانی که میخواین چک صادر کنید دیگه لازم نیست هر بار شماره حساب رو وارد کنید و خود سیستم به صورت اتومات برای شما شماره حساب رو در چک صادر شده وارد میکنه. و در پایان اینجا کلید ثبت رو میزنیم و بانک ما ایجاد میشه. راه دوم برای تعریف حساب بانکی میتونید اینجا وارد منوی حسابداری، تعریف حسابای کل و معین و تفصیلی بشین. اینجا قسمت بانک ها رو داره که اینجا میتونید کلید کنید و این بانکی رو که قبلا تعریف کردیم هست. اگر هم خواستین که اصلاحش کنید رو راست کلید و اصلاح رو میزنید. اگر خواستید حذف کنید اینجا دلیت میکنید و اگر هم خواستید که حساب بانک جدیدی رو اضافه کنید اینجا کلید اینزرت یا اضافه رو میزنید و این محیط تعریف بانک براتون مجدد ایجاد میشه.